سلام دوستان، چطورید؟ امیرعلی آرپی هستم. بریم سراغ امروز اومدیم یه ماینکرافت نو بزنیم. جمعه ها ماینکرافت داریم بچه ها اومدیم 20 تا دانستنی از ماینکرافت. من خانم امینکرم خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از بازی ماینکرافت. تو این ویدیو میخوایم با هم 20 چیزی که فقط پلیرهای قدیمی ماینکرافت رو میدونن رو بررسی کنیم. اگر میشه فقط 3 ثانیه وقت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید تا این ویدیو به بقیه هم پیشنهاد بشه. بریم سراغ ویدیو. اول فاز بچه ها ببینید، اینو من دیدمش. در نسخه‌های آلفای ماینکرافت آب با عمق 1 بلاک نمیتونه جون شما رو نجات بده و وقتی از ارتفاع به پایین میپریدید کشته میشدید. جدی؟ در نسخه‌های قدیم ماینکرافت کریپرها موقع ترکیدن هیچ انیمیشنی نداشتن و با نزدیک شدن به شما میترکیدن. همینجور که میبینید کریپرها در آپدیت‌های امروزی ماینکرافت به این صورت میترکن. در نسخه‌های قدیمی ماینکرافت اسم اندر دراگون هلز باس یا همون رئیس جون‌ها بود. در نسخه‌های قدیمی ماینکرافت اسکلتون‌ها انیمیشن تیراندازی نداشتن و به شکل خیلی ساده‌ای شلیک می‌کردن. در نسخه‌های آلفای ماینکرافت وقتی شما برای مزرعه خود راه می‌رفتید، دانه‌هایی که کاشته بودید کنده می‌شد. اما در نسخه‌های جدید ماینکرافت فقط با پریدن برای مزرعه خود می‌توانید دانه‌های کاشته شده را بکنید. در نسخه‌های آلفای ماینکرافت وقتی قلب ماهیگیر رو در آب می‌انداختید، شکل چوب ماهیگیری شبیه استیک می‌شد. در نسخه قدیمی ماینکرافت تنها 2 گل قرمز و زرد وجود داشت که میتوانستید برای زیبایی خونه از آن استفاده کنید. در نسخه قدیمی ماینکرافت نام کامپاودر سولفور بود. در نسخه قدیمی ماینکرافت وقتی میمردید بالای اسکرین جمله گیم اوور نشون داده میشد، اما در نسخه جدید این جمله به جمله یودای یا همان شما مردید تغییر پیدا کرد. در نسخه‌های آلفای ماینکرافت شما میتونستید با واکت خالی از هشت با شیر بگیرید که این برای من خیلی عجیبه. در نسخه قدیمی لباس زامبی ویلیجرها مثل لباس بقیه زامبی ها بود. در نسخه قدیمی ماینکرافت غذاهای پخته شده در یک دسته 64 تایی قرار نمی گرفتند و از هم جدا بودن و باعث پر شدن اینورتوریتون می شدن. خیلی خیلی در نسخه قدیمی صدای درها به این صورت. در نسخه آلفای ماینکرافت قایق‌ها سرعت خیلی کمی داشتن و پارو نداشتن و موقع پیاده شدن نابود می‌شدن. در نسخه قدیمی ماینکرافت ضربه زدن به گوسفندها مانند قیچی‌های ماینکرافت امروزی عمل می‌کرد. در نسخه قدیمی ماینکرافت فنس‌ها به بلاک‌ها متصل نمی‌شدن و اندازه 1 بلاک کامل را اشغال می‌کردند. در نسخه آلفای ماینکرافت صدای دمش خوردن به این صورت بود. من این ماینکرافت رو دارم. در نسخه قدیمی ماینکرافت ماسکابلستون از کمیاب‌ترین بلاک‌های ماینکرافت بود. شما نمی‌تونستید اون رو در کرافتینگ تیبل بسازیم و فقط در غارهایی که اسکانر وجود دارن پیدا می‌شدن. در نسخه قدیمی شکل اینورتوری در مود کریتیو دارای دسته‌بندی نبود و امکان سرچ برای پیدا کردن آیتم‌ها فراهم نبود. در نسخه قدیمی ماینکرافت فقط خوک‌ها و گاوها گوشت دراپ می‌کردن و بقیه ماب‌ها مثل گوسفند و مرغ فقط پشم و پر دراپ می‌کردن. در نسخه آلفای ماینکرافت چست‌ها انیمیشن باز شدن نداشتند و موقعش کلیک بر روی آنها بدون هیچ انیمیشنی محتوای چست‌ها قابل نمایش بود. در نسخه قدیمی ماینکرافت کریپرها میتونستن شما را از پشت شیشه ببینن و به طرف شما حرکت کنن. در نسخه قدیمی ماینکرافت دابل چست‌ها
شکل زیاد جالبی نداشتن و بینشون یه دونه خط مشکی بود و همچنین در کنار یک دابل چست نمیتونستید چست دیگر بذارید. در نسخه قدیمی ماینکرافت شما میتونستید نردبان ها رو یک بلاک در میون بذارید و ازش به راحتی بالا برید. در نسخه آلفای ماینکرافت شما برای ساختن فنس به 6 عدد استیک احتیاج داشتید که باید به این صورت در کرافتی تیبل اون قرار میدادید. اما الان در ماینکرافت پلی باشید میدونید که بازی 3 حالت دوربین، اول شخص، دوم شخص و سوم شخص داره. باید بدونید که در نسخه قدیمی فقط اول شخص و سوم شخص وجود داشت و چیزی به اسم دوم شخص یعنی دید از روبرو وجود نداشت. در نسخه قدیمی ماینکرافت مشعل‌ها فضای خیلی کمی روشن نگه می‌داشتن. در نسخه قدیمی زامبی بعد از مردن به جای راکت فرش پر دراپ می‌کردن. چرا؟ در نسخه قدیمی ماینکرافت موقع انچنت کردن آیتم ها با میز انچنت هیچ احتیاجی به لپیز لزولی نبود. این عالیه که در نسخه آلفای ماینکرافت برای روشن کردن TNT ها احتیاج به فندک نبوده و کلیک راست کردن روی TNT ها منفجر می‌شدن. ادونس ماینکرافت از نسخه قدیمی تا الان تغییرات خیلی زیادی کرده که هر بار میشن‌های جدید اضافه و حذف شدن. در نسخه قدیمی چیزی به نام پر کردن هانگر نبود. شما در زمان کمبود جون با کلیک راست کردن برای غذا میتونستید جون خودتون پر کنید. راست میگه من ویدیو از نسخه قدیمی تا نسخه امروزی تغییرات خیلی زیادی از نظر شکل سازی ها، آیتم ها، محل قرارگیری درها، پنجره ها، فارم ها و مشعل ها کرده است. در نسخه قدیمی آیتم های دراپ شده حجم خیلی زیادی از زمین اشغال میکردن. یعنی بزرگ بودم؟ در نسخه های آلفا ماینکرافت زامبی پیگمن بعد از کشته شدن گوشت پخته شده دراپ میکردن. بچه هم نسخه آلفاش دانلود میکنم. خیلی سخت. اینم از این ویدیو. اگه از این ویدیو خوشتون اومد بچه اگه از این ویدیو لذت بردید لایک کنید، کانال رو دنبال اگه بازم کنید، از این سگ ویدیو دوست دارید حتما یوتیوب کامنت هم به من فالو بگید. کنید. بچه اگه محتوای دو تا کانال کانال خوشتون داریم تو میاد حتما یوتیوب. کانال رو سابسکرایب کنید. 3 تا کانال داریم الان. سابسکرایب. بچه ها ما 3 تا کانال داریم. یکی تو آپارات به نام امیرعلی آبی که همین کانال داریم. یکی تو یوتیوب که اسم کانالمون هست امیرعلی مستر ایکس. یکی هم تو یوتیوبمون دو هست که اسمش هست امیرعلی آرپی. و این به اون در که من یکی از اسمام و یکی از کانالام فرق داره. کانال گیم نیست، کانال بیشتر ماینکرافت. ها چی شد؟ هیچی. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.